درود بینندگان عزیز شبکه اجتماعی دلیر مومالی. شما همیشه از صفحه ما انتظارید که یگان ویدیوهای چالش برانگیز باشد و بسیاری میگن که دلیر از این همه بحث و بررسی و جنجال و کشمکش ها خسته نشده. وقتی که هموطن ما نگاه نکرده به اون که کارمند کجا است، بانک، سودیا، پروکراتورا، کارمند عادی، معلم، ژورنالیست، هر کسی که از مشکل دارد، مسئله دارد در زندگیش، ما همیشه میخواهیم که در پهلوی یکدیگر باشیم و از هر دو طرف فرق ندارد. بعضا کسایی به ما زنگ میزنن میگن که اگه ما دعوت کردیم چرا فکری اون طرف هم میگیریم؟ میگیم که نه، ما بی‌طرفیم. خلاصه امروز این بگاه من شما را به یاد آموزگارا میبرم و باور دارم که شما در مکتب، در باغچه، در دانشگاه حتما یک آموزگار داشتید که زندگی شما را کلا دیگر کرد، فکر شما را نسبت به زندگی دیگر کرد. اگر شما با این گونه آموزگار در زندگی واخوردید، پس واقعا خیلی نفر خوشبختید. شاید در زندگی باشند کسانی که با چنین آموزگار وا نخوردن، متاسفانه با زندگیشون بیرنگ شد و به گیر و داب و به مشکل روبرو شد. ولی من فکر میکنم که حتما نفر در زندگی یک نفر به حیث آموزگار پیدا میشود که او را حتما تکان میدهد، راه و روش زندگیش را دیگر میکند. ما امروز در مورد آن میگوییم که یک ویدیورالیکی کوتاه هست در مورد همین گونه آموزگارایی که میتونن در یک صنف چندین نفر را به یک سمت برای خودشان موافق و لازم و دوست داشته روان کنند و یا برای چندین نفر دیگر مانع شوند. این گونه آموزگارا هم هستند در زندگی ما و بیاید این پارچه را یک جا تماشا میکنیم. شاعر فرزانه کو؟ ما گفته بودم که درباره گنجشکک 4 جمله نوشته بیت آمانه. این باشد شعر رئیس آموده است. آره بین باید همسنفی من. بچه ها نامش چه؟ دوخان 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 دوخان. 5 که 2 10 3 5 که 24 5 که 5 که 6 5 که 7 5 که 10 5 که 9 5 که 10 50. خب بینندگان عزیز، این پارچه را تماشا کردیم از یک فیلم کوتاه هست با نام باغبان. فیلم هم از 5-6 دقیقه زیاد نیست و برای فیلم پورا دیدن و چند فیلم دیگری خوب دیگر هم در این صفحه هست. آنلاین کینوتئاتر بهار. من در پایان در جای اپیسانی یا شرح بیشتر سراغش هم میگذارم، سراغ این فیلم هم حتما میگذارم و باور دارم که برای پوراتر تماشا کردن وارد میشین با صفحه آنلاین کینوتئاتر بهار و فیلم پورای باغبان رو ببینین و حتما شاید در اون صنف خودتون رو میابین. با حیث هر کسی که باشد فرق ندارد، یا آموزگارتون اونجا میبینید در صورت کدام آموزگاری که باشد فرق ندارد. ولی باور دارم که شما نیز عزیزان دل در زندگی کسی میتونید باشید و ما نیز کوشش میکنیم کسی شویم که برای کسانی دیگر آینده ساز باشیم و راهنما. ویدیوهای دیگر ما را حتما روزهای دیگر باز تماشا میکنید. باور دارم خواهش دارم با VPN تماشا کنید هر جای دنیا هستید، بخصوص نفرایی که از روسیه میبینن. و اگر بخواید در صفحه ما تبلیغ پیشنهاد کنید، حتما در صفحه فیسبوکی دلیر مومالی بنویسید. ما آماده قبول تبلیغ مال و محصولات اداره و کارخانه‌ای هستیم که قانونا در تاجیکستان بیرون از اون فعالیت دارند. فردا پس فردا بازم ویدیوهای جالب تر است. از تماشای پورای این فیلم و آنلاین کینوتئاتر بهار فراموش نکنید. پدرود تا درودهای دیگر. رمضان بازم مبارک برای شما.